اتفاق براش میفته. یک، رسول الله را میبینند. دو، جای خودشون تو بهشت میبینند. دقت فرمودید؟ از دیروز این ختم قرآن اینجا شروع شد، امروز به لطف الهی سوره آل عمران تموم شد. آخرین آیه سوره آل عمران اینه: یا ایها الذین آمنوا اصبروا. یک، صابر. دو، رابطوا. سه، واتقوا الله. چهار، لعلکم تفلحون. تفلحون یعنی چی؟ نه، فلاح به چی میگن؟ به کشاورز میگن فلاح، یعنی اونی که رشد میکنه، اونی که رشد میده، اونی که هرچی دستش بیاد. شما یه دونه نشانی کاری تو زمین چند تا دونه ازش برداشت میکنی؟ یه دونه گندم کاشته میشه چند تا ازش بیاد بالا؟ بله؟ قرآن میفرماید یه دونه